بینندگان عزیز، درود بر شما. به برنامه مناظره سیاسی خوش آمدید. مهمانان برنامه امروز ما آقایان علیرضا بیانی و سعید صالحی هستند. همچنین درود بر شما آقای بیانی و سعید صالحی. خوش آمدید به برنامه ما. سلام، ممنون. منم سلام می‌کنم به شما و تشکر از اینکه دعوت کردید برای این فکر. منم تشکر میکنم و سلام خدمت بیننده. پیش منم از شرکت شما در این مناظره متشکرم و این وقتی که برای ما دادید. بینندگان گرامی، من سیمین مش هستم، مجری برنامه‌های مناظره سیاسی. هدف پروژه مناظره سیاسی پردازشون به دیدگاه‌های مختلف سیاسی هست که از این طریق بتوان در یک فضای سالمی این دیدگاه‌ها در مقابل هم بتونن قرار بگیرن تا حق انتخاب برای جامعه ایجاد بشه. امروز مناظره سیاسی ما بین سعید صالحی، فعال منفرد کمونیست کارگری، با علیرضا بیانی از گرایش مارکسیست انقلابی انجام خواهد شد و ما نظاره‌گر ارائه تصویری از تضادهای بینش بین دو دیدگاه در کمونیسم ایران خواهیم بود. تمرکز ما برای سوال مشخصی با شما عزیزان می باشه و از طرفین مناظره خواهش میکنم تمرکزشون رو روی موضوع مناظره بذارن تا اینکه برای بینندگان عزیز ساده تر و مشخص بشه که بتونن نتیجه گیری کنن. هر کس وقت برابر خواهد داشت و اگر سوالی شما ندارید من به سوال خودم بپردازم. اوکی؟ پس من اگر لطف بفرمایید خواهش میکنم ضمن معرفی مختصر خودتون لطفاً به سوال اول من که از 3 قسمت تشکیل میشه. قسمت اول این که کمونیسم امروزه تکلیفش با لنینیسم به نظر شما چی هست؟ و قسمت دوم، آیا در ایران امروز که یک جامعه دیکتاتور زده هست سیاست‌های لنین بعد از به دستگیری قدرت سیاسیش در شوروی و همفکرانش آیا میتونه در آینده ایران تکرار بشه؟ و همچنین مایل هستم لطف کنید بگیم که آیا جامعه دیکتاتور زده ایران چه میتونه باشه که اگه بخواهیم که دیکتاتوری دیگه با هیچ توجیهش در ایران تکرار نشه؟ اگر مایل باشید آقای علیرضا بیانی گرامی از شما خواهش کنم به این سوالات جواب بدید. ممنون میشم. بفرمایید. شما 10 دقیقه وقت دارید. ببخشید. من دارم میرم یادداشت میکنم. شما هر موقع شروع کردید من 10 دقیقه‌تون رو میذارم اینجا که 10 دقیقه. ممنون. آیا دیکتاتوری در ایران میتونه؟ سوال سومتون قسمت سومش این بود که شما نظر خودتون به این جامعه دیکتاتور زده ایران چی هست؟ اگر من خودم به عنوان یک ایرانی از شما بپرسم که دیکتاتوری دیگه با هیچ توجیهش در ایران تکرار نشه چه کار باید کرد؟ چه راهی وجود داره به نظر شما به عنوان یک فعال کمونیسم که دیگه واقعا این دیکتاتوری ها تکرار نشه؟ بله، من در رابطه با سوال اول باید بگم که اینکه تکلیف لنینیسم رو به اصطلاح با کمونیسم امروز بخوایم روشن کنیم، در واقع باید ببینیم که این پاسخ به اصطلاح پاسخ خود ما تا کجا کمونیستی هست، یعنی پاسخ خود ما چقدر کمونیسم امروز مربوطه و این پرسش تا کجا از کمونیسم امروز استنتاج میشه. یعنی اینکه تکلیف لنین رو بخوایم با کمونیسم امروز معین بکنیم باید نشون بدیم که خود جواب ما چقدر در واقع با کمونیسم امروز بخواد منطبق باشه و به عبارت دیگه این سوال در واقع از کجا یا تو کدوم فرآیند کمونیسم امروز استنتاج میشه. بنابراین این یک بحث عامی هست که بخواد مثلا من سعید یا کسی دیگه یا یک گرایشی یا یک جنبشی حتی بخواد بیا تکلیف لنینیسم رو در کمونیسم امروز حل بکنه، میتونه برعکس باشه. از نظر من در واقع جواب من اینه که اتفاقا تکلیف کمونیسم و لنینیسم در واقع کمونیسم امروز با لنینیسم در واقع یک تکلیف مشابهی دارن، یعنی یک وضعیت ادغام شده‌ای دارن با هم. این معنی که در کمونیسم امروز نمیشه موضوع لنینیسم رو ندیده گرفت
و بعد بپردازیم به اصطلاح موضوعیت کمونیستی، به جنبش کمونیستی. به هیچ وجه این کار نمیشه کرد. چرا؟ چون که لنین یا لنینیسم در واقع یک مفهوم تصادفی تاریخ نیست. در واقع لنینیسم بخشی از همین جنبشه. مثل اینکه ما بگیم که نیمی از این جنبش رو بذاریم کنار، بگیم حالا با بقیه‌اش چیکار باید کرد. لنینیسم در واقع خودش تکامل دهنده کمونیسمیه که به ما رسیده و ما کمونیسمی که بهمون رسیده رو از اینجا که هست به بعد رو باید دنبال بکنیم. این سنت انقلابی کمونیسم امروزه که در واقع لنینیسم در اختیار ما گذاشته. من اینو به طور عام و جنرال میگم. این که به اصطلاح حالا یه جاهایی کجاها در به اصطلاح مسائل لنینیستی در واقع اشکالی داشته، نارسایی بوده، اون یه مبحث جداییه، میشه بهش پرداخت، یک به یک بهش وارد شد. ولی به طور کلی کمونیسم در وقتی میگه کمونیسم امروز یعنی یه تفاوتی داریم قائل میشیم با کمونیسم دیروز. کمونیسم دیروز رو میذاریم مبدأ مثلا دوره‌ای که مارکس هست. اگه بشه لنینیسم رو فرضاً بگیم ما برای کمونیسم امروز لنینیسم رو میذاریم کنار، سوال بعدی اینه که چرا خب مارکسیسم رو نذاریم کنار؟ بنابراین وارد یه حوزه دیگه میشیم. اون که قراره اسمش کمونیستی باشه، در واقع جنبش کمونیستی باشه، این دستاوردها کجاش قرار میگیره؟ در صورتی که تمام این دستاوردها از طریق این متدولوژی به دست ما رسیده. ولی کمونیسم دوره مارکس در واقع عصری بوده که بورژوازی تازه به اصطلاح شروع به ابراز وجود کرده، پیدایشش تازه بوده، هنوز ظرفیت‌های خلاقه‌ای داشته و هنوز امکان به اصطلاح بروز خلاقیت‌هاشو داشته. بنابراین اگر به اصطلاح واکنشات عمده در سطح جهانی به سرمایه‌داری در واقع واکنشات انتقادی بوده، نقد بوده بیشتر. یعنی جنبش‌های انقلابی پای به اصطلاح سرنگونی سیادت سرمایه‌داری نمی‌رفتن. در واقع در دوره مارکس اگه بگیم کمونیسم دیروز بخوایم اسمشو بذارید، در قیاس با این دسته‌بندی که می‌خوایم تکلیف کمونیسم امروز رو روشن کنیم، در دوره که مارکس زندگی کرده کمونیسم در واقع انقلابات فعالیت نداشته. ولی در دوره لنین که در زمانی که لنین زندگی میکرده و فقط لنین نبوده، کاوتسکی هم زندگی میکرده در اون موقع، به اصطلاح بین الملل دو هم بوده. اینو برای چی تاکید میکنم؟ برای که هر دو اینا به موازات هم در واقع یک دو تا قطب رو تعیین میکردن. یک قطب معتقد بود اساسا انقلاب به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی مفهومی نداره و یک گرایش دترمینیستی بود که میگفتش که ما به سوسیالیسم خواهیم رسید، ولی از طریق مسیر تدریجی تکامل تاریخ، نه از طریق یک اعمال اراده که اونا میگن اراده گرایی. لنین برعکس میگه چرا این اراده اهمیت داره. از اینجا دو قطب بندی، دو بلوک بندی در سطح جهانی شکل میگیره. لنین اونجا میگه با اعمال اراده مسیر تاریخ در واقع جلو میفته و شد و اینو به اصطلاح با انقلاب 1917 اینو ثابت کرد. در واقع لنینیسم بلوکه در تقابل با گرایشاتی که با انقلاب مخالفن بلکه با رفرم موافقن. در نتیجه ما ببینیم لنینیسم چی هست اصلا که ببینیم با کمونیسم امروز باید منطبقه یا باید بذاریمش کنار. لنینیسم در یک کلمه بخوایم صحبت بکنیم ازش یعنی انقلاب. آیا انقلاب رو قبول داریم یا نه؟ این معنی رو داره. و اگر بخوایم اینو بگیم نه باید لنینیسم رو بذاریم کنار، بلافاصله بگیم مفهوم انقلاب رو باید بذاریم کنار. لنینیسم یعنی اثبات انقلاب برای کوتاه کردن مسیر تاریخ به سوی رهایی و اینو در عمل با پیروزی ایده هایی که در واقع از مبارزات طبقه کارگر استنتاج کرد ثابت کرد که اون با صحت اون ایده از طریق پیروزی انقلاب 1917 این ثابت شد. بنابراین یک وجه لنینیسم یعنی تقابل با رفرمیسم و بنابراین چون اثبات شده جزء دستاوردهای جنبش کمونیستی نمیشه اینو گذاشت کنار بگیم کمونیسم امروز دیگه به لنینیسم نیاز نداره، مگر اینکه بگیم کمونیسم امروز دیگه به انقلاب نیاز نداره. در این صورت
در این صورت درسته. اون وقت دیگه باید ببینیم پس به چی نیاز داره اصلا ما کمونیسم وقت مفهوم چیه. بچه دوم لنینیسم هم در واقع این اعمال اراده گرایانه یا مثلا یک گروه نخبه گرایی و از طریق یک دستور از بالا منظور لنین نیست. در واقع اراده خردمنده و اون اراده خردمند باید از طریق تشکیلات خاص کمونیستی به اصطلاح اعمال بشه، به این ترتیب که یک به اصطلاح برنامه انقلابی مسلحه که پرولتاریا کارگران رو به حول برنامه متحد میکنه. کارگر به شکل منفرد متشکل نیست و پراکنده است. اینا باید با هم متحد بشن. اینا باید به شکل به اصطلاح متشکل به دور برنامه متشکل بشن. بنابراین اینجا کمونیسم امروز شروع میشه. کمونیسم دوره مارکس این بود که میگفت توی مانیفست میگفتش که وظیفه فوری کمونیستا متحد کردن کارگران به مثابه یک طبقه برای سرنگونی سیادت سرمایه‌داری. ولی کمونیسم دوره لنین در واقع این عمله، این در فعلیت بخشید به این دیدگاه. یعنی اومد برنامه انقلابی رو تدوین کرد از طریق 25 سال در واقع مبارزه شانه به شانه پیشروی کارگری. در نتیجه نمی‌تونیم لنین یک عنصر تصادفی تاریخه، نه، یک همچین موجودیه این لنینیسم. این برنامه تونست کارگران رو به دور خودش متشکل کنه و بعد این برنامه که تونست کارگران رو متشکل کنه تونست در واقع طبقه رو در مقابل طبقه قرار بده و به این ترتیب انقلاب پیروز بشه. بنابراین وجه دیگر لنینیسم حزب انقلابیه. هر جا ما از حزب انقلابی یعنی حزب پیشتاز انقلابی حرف میزنیم، یعنی ونگارد پارتی، هر وقت ما از این حرف میزنیم فقط یک معنی داره و اون معنی اخص لنینیستیه. چون معانی دیگه هم هست. گرایشاتی مثلا میگن خب میشه هر کس یه حزب بزنه برای خودش. من نمیدونم چقدر میگم وقت دارم، میتونم چقدر وارد اجزای بحث بشم. شما یک دقیقه و نیم وقت. یک دقیقه. بعد اینه که بعضی از گرایشات معتقدن که هر گرایشی میتونه رو یه حزب بسازه، در صورتی که به اصطلاح حزب به معنی لنینیستی به این معنیه که در واقع یک طبقه نیازمند رهبری توسط یک به اصطلاح مرکز رهبری کننده است و اون در واقع کمونیست قشر، یعنی گرایش پیشرو کمونیست طبقه کارگره. چرا؟ چون اینا به تئوری‌های انقلابی مسلحن، یعنی آغشته نیستن به تئوری‌های رفرمیستی، مسلحن به تئوری‌های انقلابی و به این دلیل میتونن جنبش رو سازماندهی کنن، منتها به شرطی که تئوریشونو در واقع آگاهی انقلابیشونو در یک تشکیلات متمرکز کنن. اون تشکیلاتی که لنین در نظر داره و این از این نظر فرق داره با یک تشکیلات علل عموم که ادعی در اون مثل یک پارتی ارگانیزیشن یا همچین چیزی متشکل به شکل کلوب با هم هستن. با این فرق داره. این یک در واقع تشکیلاتیه که از پراتیک کارگران در واقع تئوری استنتاج میکنه، برنامه استنتاج میکنه، اینو در حزب بهش میپردازه، دوباره پس میده به خود این جنبش به شکل رهبری کنندش. به این در واقع به این سیکل میگن سنترالیسم دموکراتیک. این حزب مرکز سنترالیزه کردن تئوری است. بنابراین اینا با تموم شد بحثا. اینا با لنینیسم در واقع یکی شده و نمیشه چنین چیزی رو کنار گذاشت، عبور کرد از این برای اینکه برسیم به کمونیسم امروز. در واقع این یعنی بنبست. مرسی. متشکرم از توضیحتون. سعید صالحینی گرامی لطف بفرمایید شما نظرتون رو در این مورد بدید. ما حرفای آقای اجزابیان رو شنیدیم که میگن ما نمیتونیم موضوع لنینیسم رو نادیده بگیریم، به کمونیسم امروزی جامعه بپردازیم، چرا که لنینیسم تکامل دهنده کمونیسم امروزی که به دست ما رسیده. مایل هستیم که به حرفای شما گوش بدیم. بفرمایید شما 10 دقیقه فرصت دارید. بله خیلی ممنون. بازم تشکر از علیرضای عزیز. صحبت‌های خوبی کردین و بسیار از نکاتی که شما فرمودین منم بهش معتقدم. منتها خب روایت خودم رو میگم و تاکید میکنم که بر صورت روایت‌های متفاوته که اینجا داره بحث میشه.
نه لنین اینجا هست نه مارکس این بغل ما نشسته. در اینجا هرچی که ما میگیم اون برداشت ما از اونها و برداشت ما از سایرینه. در اینجا برداشت ماست. این خیلی مهمه این نکته. ولی من به سوالای شما سعی میکنم که از زاویه خودم پاسخ بدم. نکته اول این که کمونیسم چی هست، چون باید بالاخره تعریف بشه. از دید من کمونیسم جنبشیه که نظام سرمایه‌داری رو میخواد بزنه زمین و مسائل و مصائب جامعه انسانی رو فکر میکنه این جنبش که علتش نظام سرمایه‌داریه و شیوه تحول جامعه هم شیوه تحول انقلابی میدونه. این خیلی خلاصه شده کمونیسمه و فرمول اینه که حالا این کمونیسم گرایش‌های مختلف توش هست و اون کمونیسمی که من بهش معتقدم کمونیسمی که خیلی روی نکته آزادی و اهمیت آزادی در پروژه سوسیالیستی تکیه داره. این اون تعریف من. حالا اینکه کمونیسم در تاریخ تحولش چی بوده، خود کمونیسم تحول پیدا کرده و علتش هم اینه که ماده تاریخ تغییر کرده. یعنی نظام سرمایه اون نظام سرمایه زمان مارکس نیست، تحولات زیادی کرده، جهان الان گلوبالیزه شده و مسائل و پیچیدگی‌های بسیار مهمتری در مقابل انسان قرار داره و هویت جهانی انسان در حال شکل گرفتن و مسائل ناشی از تشکیل هویت جهانی انسان مسائل جدیدیه که کمونیسم به دوشش حل کنه. یعنی اگه قدیم به دوشش چیزایی بود الان خیلی به دوشش چیزای دیگه‌ای هست و در واقع پرچم تحول عمومی جهان معاصره. این اون تعریفی که من از کمونیسم جهان کنونی میگم و بسیار پیچیده‌تر و چندبعدی‌تره از اون کمونیسمی که زمان مارکس بود یا حتی کمونیسم‌های قدیم‌ترش. لنینیسم چیه؟ اونم بازم من میگم لنینیسم عبارت از برداشت هواداران لنین از اون چیه که لنین بوده. مثل مارکس نمونه. مارکس هم یا آدم بوده ولی ایزم به دنبال اسم لنین یا مارکس هواداراش کردن. مارکس که نمیده بگه من مارکسیستم، لنین هم نگفته من لنینیستم. در نتیجه ایزم در واقع برداشت هواداران لنینه از آنچه که لنین کرده. من هم مثل علیرضا از تعریف شروع میکنم. لنینیزم رو میذارم کنار. اول میگم لنین خب مثل هر آدمی مراحل مختلفی تو زندگیش داشته و پراتیک مختلفی داشته. من با علیرضا کاملا هم عقیده هستم که اگه یه وجه مشخص لنین رو بخوایم ما جدا کنیم که باید هنوزم بهش تکیه کنیم و ازش یاد بگیریم، این حرف اساسی لنینه که آقا این جهان رو ما باید تغییرش بدیم. این امر اراده برای تحول جهان و سازماندهی برای تحول جهان به دست کمونیست‌ها و به دست فعالین کمونیست تو طبقه کارگر تو جنبش‌های اجتماعی مترقی باید انجام بشه. این اراده گرایی لنین به نظر من بچه مهمیه که در واقع دنباله همون تفکر اراده گرای مارکس، حداقل مارکس جوانه که اسیر ذهنیت و نمیدونم فرمول بندی ها و ماتریالیسم تاریخی و بذاریم بره انگلستان انقلاب بشه و بعدن بقیه جا بکنن نیست. میگه آقا هر جا که دستمون رسید جنگمون رو برای تغییر نظام انجام میدیم و طبعا مشروط به چیزهای دیگه هم هست اون تحول اولیه که انجام میشه. در اینجا من این بچه لنین رو که در بچه سازمانده یه انقلابه به شدت روش تکیه میکنم که قابل تداومه و کمونیسم کنونی هم باید ازش یاد بگیره. نکته مهم این سوال این هستش که اونجا تمام نمیشه لنین و پراتیکش. یه جایی میرسه به این که به قدرت میرسه لنین و اونجایی که به قدرت میرسه و اون چی که به نام دیکتاتوری پرولتاریا، قدرت، سازماندهی حکومت و حفظ حکومت، کارهایی که لنین بعد از پیروزی در به اصطلاح روسیه انجام میده، اونا فرمول بندی های دیگه‌ای داره که اونا باید بررسی بشه. یعنی این کمونیسمی که من گفتم کمونیسم جهان معاصره، هم لنین رو قبل از اینکه به حکومت برسه بررسی میکنه، هم بعد از اینکه به حکومت برسه. اینجاست که من میگم که خب اون پراتیکی که لنین کرد و حکومتی رو ساخت به نام حکومت طبقه کارگر، من زیر سوال میبرم و اکثر پراتیکش رو شکست خورده میبینم.
مثل بقیه انقلابا لنین هم مشمول نقد میدونم و فکر میکنم راهی که لنین رفت قابل پیاده شدن و قابل عمل کردن نیست و نشون به همون نشون که شکست خورد دیگه، شکست خورد. یعنی الان چیزی به نام سوسیالیسم نداریم ما، به خاطر همون اون داستان درخت و از اول ریشه‌شو درست نچید و مثل همه انقلابیون مشکل بعد از این که به حکومت میرسن ظاهر شد. حالا من اینو تو نکات بعدی میشکافمش، مثلا اینکه خب قرار بود که مشارکت مردم اتفاق بیفته در بعد از انقلاب اکتبر، مشارکت حزب اومد جای مشارکت شوراها رو گرفت به راحتی، حکومت مقتدر پلیسی ایجاد کرد و بعدم پروسه سرکوب و از به اصطلاح بورژوازی شروع کرد، رسید به احزاب چپ و بعد داخل حزب خودش پروسه سرکوب و بعدم شوراها و به اصطلاح قدم به قدم پایه‌های حکومت پلیسی رو گذاشت که استالین هم از توش به راحتی در اومد دیگه. یعنی استالین در زمان خود لنین شده بود وزیر دست راست لنین دیگه و رابطه بین لنین بود با کمیته مرکزیش. در اینجا من همه این پراتیکی که عمل کرد لنین بعد از به قدرت رسیدن امکانشو نمیبینم که کمونیسم معاصر بتونه اون پراتیکو انجام بده. برمیگردم به دو تا سوال بعدی شما که سوال بسیار مهمتری بود. علیرضا کاملا تو بحثش وقت نکرد دیگه بحث کنه. یکی این هستش که بالاخره تکلیف مسئله دیکتاتوری چی میشه تو جامعه ایران؟ مردم ایران دیکتاتور زدن. یه دوره یه کسی اومد گفتش که من دیکتاتوری میکنم به خاطر مصالح ملی، اینم شد محمد رضا شاه. یکی هم اومد گفت آقا من دیکتاتوری میکنم به خاطر خدا، خدا گفته دیکتاتوری میکنم، این شد جمهوری اسلامی. خیلی خلاصش دیگه. اینا هم البته میگن اینطوریه، ایدئولوژیشون اینه، ولی منافع طبقه سرمایه‌دار رو دارن حفظ میکنن، به نام خدا و به نام مصالح ملی این کار انجام میدن. من معتقدم که کمونیسمی که میتونه تو ایران پرچم مبارزه با سرمایه‌داری، پرچم به اصطلاح نفی نظام موجود، پرچم جنبش انقلابی که میخواد ایران رو تغییر بده و نفی دیکتاتوری بکنه، نمیتونه همون مدلی باشه که لنین تو بعد از به قدرت رسیدنش انجام داد. یعنی من کمونیست نمیام به مردم ایران بگم آقا حالا من میرم یه حزب درست میکنم، بقیه اعضابم منحل میکنم، بعدم این حزب بهتون اولا میگم شوراها باید حکومت کنم، بعدا شوراها رو میگیرم سرکوب میکنم ابزار دست حزبم و بعدم اسم اینو میذارم دیکتاتوری پرولتاریا. من به مردم میگم مردم هر کسی به هر نامی حتی به نام دیکتاتوری پرولتاریا بیاد این پروژه رو انجام بده، بنده خودم مثل شما میجنگم باش. این راه به اصطلاح آزادی جامعه ایران نیست. هدف کمونیسم دوران کنونی آزاد کردن انسانه و اعمال مشارکت واقعی مردم در سرنوشتشونه و این کمونیسمیه که من از طریق نقد و عبور از بخشی از لنینیسم و تاریخ لنین که بخش غیر قابل دفاعه و بخشی که اساساً شکست پروژه سوسیالیسم لنینی رو به اصطلاح باعث شده، من از این عبور میکنم و به جامعه میگم آقا این تیکشو نمیتونیم. مثل هر آدمی که عالمه و دنبال علمه سنجش میکنم، نقاط مثبت و منفی رو میبینم. شما فقط بله اون چیزی که به درد جامعه میخوره برداشت میکنم از لنین. یه آیین نیستش که مثلا اصول دینی داره و 5 تا اصلش اگه اجرا نکرده باشیم دیگه بریم تو جهنم. و به جامعه میگم در مورد دیکتاتوری اینو میگم مردم هیچ نوع دیکتاتوری به هیچ بهانه‌ای رو نپذیرید. هیچ گروه، هیچ دسته، هیچ حزب، هیچ تفکری به نام ایدئولوژی، به نام خدا، به نام مصالح ملی حق نداره به شما حکومت کنه. باید بیاره شما رو بذاره سر مقام حکومت و تا موقعی که واقعا به آزادی نرسیدین، آزادی بیان مخالف رو حس نکردین، نه تو شعارا حس نکردین، زیر بار هیچ حکومتی نرین. حکومت ابزاریه که بتونه آزادی رو به جامعه انسانی برگردونه، نه اینکه خودش بشه هدف. و این اون حرفی که من میزنم یاد گرفتم از گذشته. خیلی ممنون.
متشکرم از توضیحات شما. همچنین اگه اجازه بدید در این قسمت از مناظره من مایل هستم از خواهش کنم از علیرضا گرامی و همچنین سعید گرامی از شما که در حدود 7 دقیقه فرصتی که به شما داده میشه شما هر کدوم سوالی بکنید و طرف مقابل 7 دقیقه وقت داره که به سوال شما جواب بده. اگر مایل باشید سعید شما لطف بفرمایید اگر سوالی دارید سوالتون رو از آقای بیانی بفرمایید. بله، من با توجه به اینکه مورد اختلاف من و علیرضا بیشتر سر دورانی که لنین حکومت رو به دست گرفته، من مورد اختلاف اساسی ما با علیرضا سر این میبینم، اگر نه سر اون بخشی که لنین به عنوان یه پروژه انقلابی داره میره برای اینکه جامعه رو به سمت انقلاب ببره بحثی ندارم. من سوالم از علیرضا اینجوری میکنم، میگم چون با ادبیات گروه علیرضا من آشنا هستم برمیگردم به یه صحبت مازیار رازی، مقاله سریه که هستش که سخنرانی کرده و بعد کتبی شده به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر این صحبت شده و در تاریخ 9 اکتبر 2013 چاپ شده در آزادی بیان. من به اونجا مراجعه میکنم. مازیار رازی که از به اصطلاح هم گروه‌های علیرضا هست معتقده که لنین بعد از انقلاب اکتبر این اشتباهات رو کرده و این اشتباهات باعث شکست انقلاب اکتبر شده. من این از تیترشو میخونم برای علیرضا. یکی این که سیاست اقتصادی و نفت و کمونیسم جنگی اشتباه لنین بوده. دوم، سالهای تاریک حزب بولشویک از 1920 تا 1921 شامل سرکوب شوراها و تک حزبی شدن روسیه. این دومین ایرادیه که مازیار رازی میگیره از لنین. سومی، سالهای تاریکتر 1922 تا 1928 که شامل عروج باند استالین و گوش نکردن به نصیحت‌های تروتسکی است. چهارم، سرکوب کرونشتاد. اینا کلماتی نوشته خود مازیار رازی هست. پنجم، سالهای سیاه 1928 تا 1999. خوب دقت بکنین. من سوالی که از علیرضا دارم، اگر من این چیزایی که مازیار رازی گفته به نام اشتباه گفته، حالا من کاری به اشتباه و غیر اشتباه ندارم، اشتباه یه بحث انگیزه‌ایه، اینطوری که مازیار رازی میگه تمام سیاستایی که لنین عمل کرده از مقطع شروع انقلاب اکتبر تا سال 99، یعنی خود لنینیسم که گفته هیچی بعدش هم بغلش گذاشته اومده جلو، همه اینا رو به عنوان اشتباه ذکر کرده. حالا من سوال من این هستش که چجوری بازم وقتی که مازیار رازی میاد میگه همه اینا اشتباه بوده، باز خودشو لنینیست میدونه و بازم علیرضا بیانی هم اینجا اومده میگه ما لنینیسم نمیتونیم ولش کنیم، رهاش کنیم. بالاخره این همه اشتباه که تمام دوره حکومت لنین رو شامل میشه، چجوری میشه آدم بگه اینا همه اشتباهه و بعدش هم بگه آقا ما لنینیستیم؟ این تناقض برای ما علیرضا صحبت کنه. مرسی. متشکرم برای سوال نسبتا طولانیتون و خواهش میکنم از علیرضا گرامی لطفاً جواب بفرمایید. 7 دقیقه وقت دارید. بله مرسی. البته خب چه بهتر که به سوالاتی که از رفیق مازیار رازی در واقع میشه خودش بهتر جواب بده، ولی چون ما در واقع هم گرایشیم، در واقع یک گرایش مشترکی، به جایی که من میتونم پاسخگو باشم و این عبارت از اینه که یه جا ما از لنین حرف میزنیم، یه جا از لنینیسم حرف میزنیم. خیلی اصرار داره که این خیلی اشکال داره، ولی در واقع به اون متدولوژی که لنین در واقع مبتکرشه یا معرفشه، مثلا یا مارکس همینطور، ما با یه اینو تداعی میکنه. حالا اگه این رو برداریم که مثلا مشکل خیلی از اون سعید حل بشه، نمیدیم لنینیسیان یا مارکسیسیان یا همچین چیزی باید خلاصه خطاب کنه که در واقع این دیدگاه های این فرد به یک شکل متدولوژیه، نه مثلا یه نظر داده و تمام همون که اون گفته شده. خیلی جاها لنین تو حزبش
منفرد بوده. یعنی یک مثلا نمونهش خود تست‌های آبریل رو وقتی مطرح کرد کل بولشویک‌ها در مقابلش بودن. یعنی بارها تو حزب در موضع اقلیت قرار داشته. اینجوری نبوده چون لنین میگه پس همونه. یعنی لنین باید به اصطلاح عمل متقاعد می‌کردیم، ولی چون به اصطلاح اغلب نظراتش در پروسه به اصطلاح مبارزه صحتش ثابت میشه و متقاعد میشن به اون نظر، ولی پیش میاد خیلی وقتا منفرد بوده. بنابراین ما از لنینیسم وقتی حرف میزنیم اینو خواهیم گفت که بخشش سعید تا اینجا قبول کرده. لنینیسم عبارت هست از متدولوژی تسخیر قدرت طبقه کارگر، ولی نباید اینا رو با گویش بد یا مثلا دفرمه کردن موضوع بعد معرفی هم بکنیم. خیر، ببینید الان سعید صحبت از این لنین به قدرت رسید، حکومتی که لنین ساخت، اینا نیست. لنین یه رأی داشت توی حزب. وقتی میگیم حزب برای رهبری جنبش طبقه کارگر، لنین البته حزب رو رهبری کرد. لنین کادرهای مثلا انقلابی تربیت کرد، حزب رو تربیت کرد، چه حزب خودش رو تربیت کنه. این اون چیزی که اشتباهی که سعید نمیبینه. در واقع لنین بخشی از یه حزب بود که حزب بتونه اونو هدایت کنه، رهبریش کنه. این یه رابطه متقابل. اینجوری نیست لنین بشینه بگه این کارو بکنه همه بگن چشم، بگه نکنید بگن چشم. چنانچه در دوره‌ای که مریض بود کاملا قدرت هیچ چیزی نداشت، استالین راحت اومد بوروکراسی حاکم کرد. لنین دیگه نمیتونست کاری بکنه. بنابراین ما از لنینیسم حرف میزنیم و لنینیسم تا مقطع تسخیر قدرت اون چیزی که سعید هم قبول داره، میگه که قبول داره، یعنی سازماندهی انقلابی برای رهبری طبقه کارگر جهت کسب تسخیر قدرت توسط طبقه کارگر. اشتباهی که سعید میگه لنین قدرت رو گرفت. لنین این قدرت رو نگرفت هیچ وقت. لنین قدرت رو در واقع طبقه حزب رو رهبری کرد، یک بخشی از رهبری حزب بود. تروتسکی هم بود، کسای دیگه کمیته مرکزی داشتن. حزب جنبش طبقه کارگر رو رهبری کرد و طبقه کارگر قدرت گرفت. از اینجا به بعد حالا یه سری مسائل به وجود میاد، ایراداتی هست که اگر اونا رو بهش بپردازیم یک به یک، در واقع ما ایرادات لنینیسم رو تصحیح میکنیم. نه اینکه بگیم به این دلیل ایرادات پس دیگه بذاریمش کنار. یعنی چی؟ یعنی سازماندهی انقلابی رو بذاریم کنار، تسخیر قدرت رو بذاریم کنار. این معنی رو میده. ما که نمیتونیم این پروژه رو کلا بذاریم کنار، باید براش راه حل پیدا کنیم. یعنی این که قدرت، تمام قدرت دست شوراها باشه. حالا وقت باشه خیلی اجزا اینا دونه دونه میریم وارد میشیم بحث میکنیم. تو این فشردگی وقت فقط میشه اشاره کرد، نکته به این مسائل که قدرت، همه قدرت وقتی در دست شوراها باشه، بنابراین حزب نتونه کار، یک مکانیزم ایجاد بشه که حزب نتونه اگر خواست جای شورا بشه نتونه این کار بکنه. این ایده‌ای که مازیارازی به بحث گذاشته این اشتباه است. نه اینکه به این معنی لنینیسم رو بذاره کنار، بلکه به این معنی که اشتباهات رو حل بکنیم برای اینکه جنبش بتونه پیش بره و شکست، امکان شکست کاهش پیدا بکنه. در نتیجه اگر بخوام به این شکل سوالا رو جواب بدیم که این دوره تاریک رو ما چی کار کنیم، یا باید مثلا قبولش بکنیم، نه، مازیارازی این بحث هم کرده. چنانچه حزب قدرت به اصطلاح رهبری طبقه کارگر رو به عهده گرفت، طبقه کارگر قدرت گرفت، یک سلسله پیشرفت‌هایی توی جامعه صورت گرفت به سوی سوسیالیسم. باز میگم باز معنی داره، یعنی انقلاب فقط تازه پیروز شده، حالا تو تا ساختمان سوسیالیست ساخته بشه، این خودش پروسه جدیدیه. اینجا دیگه خود لنینیسم بخشی از سیستم شوراها. برای اینکه این اتفاقات نیفته، اگه هیچ مسئله خاصی وجود نداشت، حمله امپریالیستا نبود، جنگ‌های داخلی نبود، مثل روسیه 14 کشور امپریالیستی بهش حمله نکرد و الی آخر، در این صورت حزب خودش رو در شوراها منحل کنه. سعید باید نیست به این سوال جواب بده که اگر حزبی به عنوان وسیله تسخیر قدرت ساخته بشه، آیا حاضر این حزب برای اینکه اصلاً امکان جایگزینی به وجود نیاد خودش پس از تسخیر قدرت در شوراها منحل کنه؟ این راهی که اتفاقا مازیارازی پیشنهاد میکنه و اولین باره که توی چپ مطرح شده، هنوز بحث بازی میتونم بهش بپردازم. ولی در واقع در رابطه با شوراها جاهایی بوده که شوراها در مقابل لنین وایسادن، در جایی که مثلا شورا لنین میگفته تو مثلا برای صلح برس، طرف صلح بوده. شوراهای کارگری میگفتن نه باید جنگ بکنیم. شما یک دقیقه وقت لنین میگفته
لنین اونجا میگه من استعفا میدم ازم میرم بیرون. گفتم خوش اومدی برو. یعنی هر فرد شوراهاست، اینا تا 1921 و اونجا تروتسکی در واقع میاد نظر بینابینی میده، میگه نه جنگ نه صلح. شوراها این نظر رو قبول میکنن، یعنی وگرنه اگه پادرمیانی تروتسکی نبود در واقع لنین باید میرفت بیرون. شوراها میگفتن جنگ، لنین میگفت صلح. یه دیده دیگه ای داشت ولی نظرش تو اقلیت میمون. اینجوریه که فکر تبلیغات لیبرالیستی علیه لنینی در واقع به نوعیه که دیگه اصلا جای خیلی مخدوش کرده همه این مسائل. منتها از 1921 در واقع تا 1924 دوره تاریکی هم تروتسکی هم لنین اشتباهات فاحش داشتن و این قابل انتقاده. ولی انتقاد این در درون جنبش کمونیستی اتفاقا توسط کمونیستا صورت میگیره و این به معنی نفی این نیست، به معنی اصلاح اینه. اون اشکالات چی بوده که ما اونا رو رفت کنیم. متشکرم. شما هفته‌تون تموم شد. ممنونم برای توضیحتون. ما بین توضیحاتون هم البته یک سوالاتی هم کردیم، ولی آیا سوال اصلیتون رو مایل هستم خواهش کنم از شما از سعید چه سوالی دارین؟ چون دیگه این آخرین صحبتی خواهد بود که شرکت کنندگان این مناظره دارن. آخرین هفته رو لطف بفرمایید شما سوالتون رو بکنید که سعید عزیز جواب بدن. ببخشید الان من 7 دقیقه وقت دارم برای سوال. نه شما جواب سوال سعید رو دادید. الان شما لطف فرمایید سوال از سعید بکنید تا ایشون 7 دقیقه داشته باشن که جواب سوال شما رو بدن. بفرمایید. بله. در واقع من که خب یه کوه سوال دارم از سعید. الان من تقریبا بحث دوری باشه که این مناظره ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. این مناظره انقدر شیرینه که ما اینجا نمیتونیم به پایان برسونیمش. فقط حتما ما باید فکر میکنم شماره 2 3 4 5 حالا نمیدونم تا شماره چند رو داشته باشیم ادامه بدیم، اما تا حدی که در این برنامه بتونه بگنجه. لطف بفرمایید سوالتون رو بکنید. بله، بنابراین من مثلا چون با بحثای سعید آشنام، در واقع از قبل نظراتش آشنام سوال مثلا، ولی الان در واقع ایشون بحث که من بتونم چه سوالی از توش در بیارم به این در رابطه با بحثی که کرده در واقع چیز خاصی نیست. فقط اشاره‌ای که داره ایشون به اون آزادی که میگه در واقع بحث دموکراسی کارگریه که اتفاقا اون چیزی که به لنین مربوطه. ما مدعی هستیم اساسا دموکراسی مال کمونیستاست، ربطی به بورژوازی نداره. دورش تموم شد. حالا اون بحث جداییه، من وقت ندارم راجبش وارد نمیشم. فقط این که ولی این آزادی که سعید بحث میکنه ازش در واقع و اولویت داره میده، این باعث میشه که خیلی اتفاقات عجیب غریبی بیفته که وقت باشه بهت میگم توضیح نه اونا چیه. منتها برای همین میخوام ماهیت و خصلت این آزادی رو بشناسم. لطف کنه سعید یه ضرب المثلی نمیدونم که این شخصیت‌های نویسنده پروفسور چیه فیلسوفان تاریخ میگه که من حاضرم جونم رو بدم تا مخالفم بتونه به صدا نظرش رو بیان کنه. من می‌خوام آیا سعیدم به این آزادی این شکلی نگاه میکنه که حاضر جونش رو بده تا مخالفش بتونه به صدا نظر مخالفش رو بیان کنه. از اینجا من میخوام کشف بکنم سعید در واقع حق بیان و مقدم بر حق حیات میدونه یا حق حیات مقدم بر حق بیان. این اون چیزیه که در نبرد طبقاتی تعیین میشه و بنابراین لنینیسم اینجا پایان نمیگیره. وقتی انقلاب شد همه چی به صلح و صفا تازه نبرد طبقاتی شروع میشه. عده‌ای بیان اون قدرت تو رو سلب بکنن، شما چیزی داری که اسم متداولش دیکتاتوری پرولتاریات، ولی در واقع حق وتوه که طبقه کارگر به دست آورد، یعنی اجازه نمیده قدرتش سلب بشه. همین برای اینکه اجازه نده این کشمکش صورت میگیره، جنگ میشه. ما اینجا بگیم تو حق آزادی بیان داری، اون مسلمه، وسیع‌ترین آزادی تاریخ در این دوره اتفاقا صورت میگیره چون طبقه کارگر داره اونو اداره میکنه، ولی این مقدم بر حق حیات، یعنی حیات طبقه کارگر باید حق به اصطلاح شعاع حق بیان باشه. خود حق بیان و آزادی کجای یک دموکراسی قرار میگیره در خود. بنابراین اینو می‌خواستم از سعید بپرسم به طور مشخص کنکرت که شما آیا حق آزادی بیان رو مقدم بر حق حیات میدونید یا بر؟
خب سعید چون لطف بفرمایید، شما خواهش میکنم جواب این سوال رو بفرمایید که علیرضا عزیز از شما. خیلی ممنون از علیرضا عزیز سوال. ببخشید شما 7 دقیقه وقت دارید. بله من دونه دونه سعی میکنم بهش بپردازم. یه سوال خیلی خوب وسط بخش اول از من کردین. اگر حزب بعد از اینکه حکومت منتقل شد به شوراها تکلیفش چیه؟ فرمودین که مازیار اینو گفته که حزب باید منحل شه. من مخالفم. من میگم که نظام شورایی که تو جامعه به وجود اومد، احزاب مختلف باید رقابت کنن و تو این شورا بتونن برنامه سیاسی خودشونو مطرح کنن و اعضاش به طور مستقل بتونن رأی بگیرن و تو شوراها دخالت کنن. در نتیجه حزب هیچ موقع تا موقعی که نظام سوسیالیستی تحقق کامل پیدا نکرده و اساساً سیاست حل نشده و تموم نشده دورانش، حزب سیاسی هم باید باشه، چون مسائلی داره جامعه که باید حزب بیاد مطرحش کنه و جوابشو بده و ببره تو نظام شورایی و اون حرفشو تو نظام شورایی به کرسی بنشونه. در نتیجه حزب به هیچ وجه نباید به اصطلاح منحل بشه تو نظام شورایی تا موقعی که نظام سوسیالیستیه. وقتی جامعه قدرت سیاسیش از بین رفت دیگه بعد وقت بحثش شده میشه. ولی در مورد سوال اساسی که کردیم که آزادی بالاخره با حق حیات چه ربطی داره، من فکر میکنم اینا به هیچ وجه نمیتونن از هم جدا بشن. انسان نمیتونه حیاتشو از بین ببره، جونشو از بین ببره بگه آزادی رو میخوام. این بنده اگه کسی از من این سوالو بکنه من جواب سوم میدم، میگم من هر دوشو میخوام. من میخوام جون انسانها شریع به اصطلاح هویت داشته باشه و ارزش داشته باشه همون اندازه که آزادی داره. در اینجا تناقضی بین این دوتا نمیبینم. و نکته دوم اینه که ایشون یه بحث جدایی رو داره مطرح میکنه، میگه قدرت طبقه کارگر اگه زیر سوال بره با آزادی چی؟ خب اگه طبقه کارگر انقدر بی‌عرضه است که آزادی قدرتشو میگیره، بعد بره یه عرضه پیدا کنه این مسئله رو حل کنه. این یه نکته خیلی مهمه. کمونیستا یه برگه‌ای برای این ندارن که قاچاقی برن تو صف، برن جلو صف وایسن. ما حرفمون رو میزنیم، طبقات دیگه هم حرف خودشون رو میزنن تا اونجا که دست به اسلحه نبرن. این نکته مهمه. رعایت کنن نظام سیاسی جامعه رو. مثل بورژوازی هم این کار میکنه. بورژوازی هم میگه آقا بیا حرفتو بزن. بورژوازی غرب میگم، نه ایران که دیکتاتوری رسمیه. میگه بیا حرفتو بزن، نظام خاصی ببری با اسلحه زیر سوال میگیرن میندازن به زندان. من فکر میکنم که آزادی رو باید همینجوری تعبیرش کرد. و نکته مهم اینه که چرا رو آزادی تکیه میکنم من؟ اینم خیلی چیز مهمیه. روی آزادی به معنی مفهوم روبنایی تکیه نمیکنم. تو نوشته ها من اینو تکیه کردم. آزادی مفهوم زیربناییه. شما نظام شورایی نمیتونه کار کنه اگه آزادی نباشه. شما مالکیت اقتصاد سیاسی نمیتونه کار کنه مگر اینکه آزادی باشه. آزادیه که میره، آزادی بیان انسان، آزادی تشکل انسان میره تو تمام زیربنای جامعه، نظارت جامعه رو ممکن میکنه. اگر یه آقای کمونیستی اومد تو فلان شورا گردن کلفتی کرد، پارتی بازی کرد، یکی باید آزاد بشه خفتشو بگیره دیگه. اگه یه آقای کمونیستی رفتش کارخونه رو زد به جیبهش، یکی باید داد بزنه بگه آقا مالکیت من قرار نشد مردم باشه، نظارت جامعه نباید به همه جا باشه. شما چرا برای خودت مافیا درست کردی؟ این اتفاقی که تو روسیه افتاد همین بود. اومدن گفتن آقا میخوایم برابری بدیم، یادشون رفت که آزادی بدن. وقتی آزادی ندادن برابری هم نتونستن بدن. خیلی ساده است. در نتیجه اهمیتی که من در مورد آزادی میدم اینه. شما میگین آزادی رو ما بدیم، بعد بورژوازی و طبقات دیگه بیان از طبقه کارگر بگن خب طبقه کارگر بی‌عرضه است. تو رابطه آزادی کارگر باید ببره، وظیفه داره ببره. توی رقابت باید حرف بهتر بزنه. کمونیست‌ها باید حرف بهتر بزنن در مورد آزادی. باید 100 بار جلوتر از بورژوازی باشن. همونطور که شما خودت میگی. شما میگی اینو، ولی در عمل لنین ترسید اینو اجرا کنه. لنین به ماکسیم گورکی هم رحم نکرد. مجله نشریه ماکسیم گورکی هم بست. حالا بیخیال بورژوازی بستش دیگه. 1919 بستش.
ربطی نداره به استالین. زمان لنین اینا اتفاق افتاد. در نتیجه من برمیگردم یه نکته خلاصه میگم. شما همه این بحثا رو کردیم، گفتیم ما اومدیم لنینیسم این تیکه‌هاشو که خرابه درست کنیم. خب بنده میگم من همینو میگم، شما پس تیکه خراب لنینیسم رو درست نمی‌کنید، شما پراتیک کمونیسم قرن 21 رو دارید میسازید. اگر نه لنینیسمی که نمیشه درستش کنی، چوب شکسته تموم شده دیگه. به نام لنین که شما نمیتونی بری تمام پراتیک لنین رو عوض کنی بعد از حکومت بعد بگی همچنان لنینیستی. شما دیگه بگو خودتی. وقت من بهت احترام میذارم میگم دمت گرم، میگم این کمونیسم قرن 21 مهم نیست، اسم لنین و مارکس مهم نیست، مهم آزاد کردن انسان از سرمایه‌داریه. مهم اینه اگه ما این ارزشو بذاریم وسط، اگه کمونیسم ما واقعا بخواد به مسئله جامعه انسان برسه، دنبال اسامی نمیریم اصلا. و بعد هویتمون رو از چی میگیریم؟ یه سوال آخرم من به علیرضا گفته این جواب بدم. خب اگه ما نگیم لنین و مارکس، هویتمون رو از کی گرفتیم؟ هویتمون رو از اون عمل اجتماعی گرفتیم، همونی که مارکس دلش سوخته، همونی که لنین دلش سوخته. بله من میخوام رو این تکیه کنم. پس علیرضا نگران اینه که ما به عنوان کمونیست هویتمون از دست بره اگه لنین رو نگیم مارکس رو نگیم. من میگم هویت مارکس و لنین مگه از چی بوده؟ مگه اومدن از خودشون اسم گذاشتن؟ گفتن آقا ما میخوایم این جنبش، این انسانیت، این طبقه کارگر از این زندگی فلاکت بار نجات پیدا کنه. شدن مارکس و لنین. خب من و شما هم همین کارو میکنیم دیگه. حالا حتما باید بیام بگیم لنین هم اشتباه کرد، همین که ما بازم لنینیستیم، تا اینکه هویتمون از بین نره. من میگم آقا هویتت از لنین نمیگیری، لنین هم هویتش از مارکس نگرفت، لنین هویتش از کاری که کرد گرفت. اگر نه صدها آدم بودن از لنین بیشتر مارکس حفظ بودن. شما میدونی تو اروپا بودن از مارکس از بر بودن، برعکسش هم میخوندن، به جایی نرسیدن. پس هویت رو بچسبیم، کمونیسمی باشه که دغدغش آزادی انسان باشه، نه اسم مارکس و لنین و اون یکی و تروتسکی و اون یکی متشکرم. خیلی ساده. خیلی ممنون. متشکرم از شرکت شما عزیزان در این برنامه. بحث بسیار شیرینی بود، مسلماً تموم نشد، ما باید یک برنامه دیگه هم بذاریم و خواهش میکنم همینجا دعوت میکنم مجددا یک وقتی رو فرصتی رو با ما بدید که بتونیم بخش دوم برنامه رو داشته باشیم. بینندگان گرامی، ما اینجا برنامه رو به اتمام میرسونیم و بحث شیرین رو مشاهده گر بودیم. گفتگو بحث در مورد تاریخ کمونیسم بود که البته خب این گفتگو فقط مربوط به اتفاقات اون در تاریخ نیست، بحثیه که باید از اون فرمولا و راه‌حل‌های مسائل امروز بیرون بتونیم بکشیم. من از عزیزان گرامی علیرضا بیانی و همچنین سعید سالینیا برای مناظره خوب که داشتن تشکر میکنم و خیلی چکیده که از اینجا من از صحبت گرفتم که کمونیسم گذشته در هر به شکل حکومت‌های روسیه، بلوک شرق، چین و یا هر چیز دیگه که بود، ما می‌بینیم که عملاً شکست خورد ولی تجربه گرانبهایی در مقابل ما انسان‌ها گذاشت و در اون مقطع افق‌های انسانیت شاید در مراحل جلو برده شد، اما در نهایت متاسفانه به دیکتاتوری‌های جدیدی فرو رسید. جامعه ایرانی امروز ما در مقابل مسئله پایان دیکتاتوری و استثمار انسان‌ها ایستاده و راه حلی رو بنابراین لازم و ضرورت داریم که این راه حل به ما کمک کنه، به ما ایرانی که دیگه به شکست تبدیل نشه. و در سراسر تاریخ بشری ما میدونیم که انقلاب‌هایی بودن، اما متاسفانه مسئله اساسی فقط انقلاب نیست بلکه پیروزی اون هست. برای همین هست که این مناظره ها انجام میشن و اهمیت این مناظره ها ارائه برداشت‌های متضاد متفاوت از کمونیسم و چپ ایران به جامعه هست. و جامعه، من و شما بتونیم برداشت درست‌تر رو انتخاب کنیم تا حول اون بتونیم اتحاد بلوک چپ بتونه شکل بگیره. بدون تعیین تکلیف در واقع با تاریخ کمونیسم، چپ ایران توان پیشبرد انقلاب آزادیخواهانه رو نمیتونه داشته باشه. بنابراین این مناظره ها جدا بسیار بسیار حائز اهمیت هستن و این مناظره ها به بحث ها رو پی میگیریم و همونطوری که اینجا اعلام کردم امیدوارم که علیرضا بیانی گرامی وقت دیگه به ما بدن، همینطور سعید سالینیا، که بتونیم قسمت ادامه این مناظره رو گفتگو رو ادامه بدیم. از سایر دوستان علاقه‌مند
علاقمند چه چپ چه راست دعوت میکنیم با موضوعات مشخص خودشون در پروژه مناظره به ما بپیوندن، با ما از طریق ایمیل های ارائه شده تماس حاصل کنن و به پروژه مناظره سیاسی ملحق بشن. متشکرم از توجه شما عزیزان. خواهش میکنم شما اگر با بینندگان صحبتی دارید بفرمایید. عرضه گرامی صحبتی اگر دارید همچنین بفرمایید. من ضمن تشکر از دعوتی که کردید فقط می‌خواستم بگم خب چرا باید وقت اینقدر کم باشه؟ الان BBC و اینا برای کسایی که دارن پروژه‌های از تغییر از بالا رو پیشنهاد می‌کنن اینا وقتای خیلی بیشتری قائلن. ممکن وقتای بیشتری داشته باشیم و قسمت بحث‌ها ممکن حالا در هر حال حالا به اون میرسیم، ولی حتما باید این سری بحث‌ها ادامه پیدا کنه. با کمال میل استقبال می‌کنم و از الان من میتونم طرح سوال بعدی رو منم پیشنهاد بدم که در واقع سعید به اصطلاح سوال اولیه‌ای که شما پرسید رو نقض کرد. یعنی سوال این بود توی این میگه که آیا کمونیسم امروز به لنینیسم احتیاج داره یا نه؟ باید جوابی میدادیم هر دو نفر. ولی تکلیفش با لنینیسم چی هست؟ تکلیفش با لنینیسم چی هست؟ حالا آیا تکلیفش اینه که احتیاج داره یا تکلیفش اینه که احتیاج نداره یا تکلیفش اینه که باید ما آنالایز بکنیم؟ بله درسته. به این شکل که سعید اینو میتونه بحث بعدی ما باشه که چطور سعید اینو توصیف میکنم یه چوب شکسته است دیگه کارش نمیشه کرد. بنابراین این سوال بی اساس میشه اصلا. خب شما کار من رو هم متشکرم. شما کار منو راحت بکنید با این کار به جای اینکه بشینم طراحی سوال رو بکنم. متشکرم از لطفتون. حتما قبول دارین سعید عزیز که این رو ادامه بدیم با این سوال بحث دیگر رو؟ ببخشید از اونجایی که علیرضا 1 دقیقه در انتها صحبت کرد من اجازه هم 1 دقیقه رو صحبت کنم. شما 2 دقیقه سعید جان صحبت کنم. 2 دقیقه فقط 10 ثانیه به من وقت بده. به جای من 2 برابر من میتونی حرف بزنی یا هر چقدر میخوای. ولی این که من قبلا هم گفته بودم در واقع شما اون ذهنیتی که خودت میسازی رو نقد میکنی اینجا باز تکرار شد. من نگفتم که ما از لنینیسم هویت میگیریم. شما خوب میدونید چجوری میشه. خب اجازه بفرمایید. پس اجازه بدید. میخوام اجازه بدید. من الان دیگه واقعا صحبت پایانی برای اینکه ما 52 دقیقه است اینجا داریم واقعا صحبت میکنیم و من میخوام که از حوصله بینندگان عزیز هم خارج نباشیم برنامه. شما لطف فرمایید ما حالا استثناء اگر مایل باشید 3 دقیقه شما وقت دارید صحبت کنید و 3 دقیقه سعید وقت داره صحبت کنه. حالا عالی خیلی عالی. خب شما 3 دقیقه لطف کنید فقط صحبت پایانی واقعا باشه. بله ببخشید خانم سیمین ایشون 2 دقیقه شو صحبت کردم الان. خب برای ایشون 3 دقیقه میدیم برای شما 4 دقیقه میدیم. اوکی هست؟ من لازم ندارم. من لازم ندارم. من 1 دقیقه بهشون پاسخ میدم و از سمت خودم این برنامه رو کافی میدونم. 1 دقیقه. اوکی در هر حال شما پس من این 3 دقیقه رو در اینجا میدم برای هر کدوم شما. حالا هر چقدر که مایل هستید چون قرار بود که این ببخشید قرار شد این برنامه در واقع شما خودتون گفتین که آقا اگه یه حرف آخری داریم بزنین دیگه. ایشون دوباره اومد یه سری سوال مطرح کرد 2 دقیقه و نیم هم صحبت کرد. حالا من 1 دقیقه پاسخش میدم پیشنهاد بحث بزنیم برای دفعه بعد. در هر حال خوشبختانه قدرت و توان ما شرقی ها در یک جایی از قابلیتمون این هست که انعطاف پذیر هستیم. اجازه بدیم از این انعطاف یک استفاده کوچیکی بکنیم. خواهش می‌کنم عزیز گرامی بفرمایید. سعید میتونه 10 دقیقه حرف بزنه. نه دیگه ما باید برنامه رو تموم کنیم. شما بفرمایید. شما بفرمایید. شما خواهش می‌کنم بفرمایید اگر صحبت پایانی دیگه دارید 3 دقیقه لطف بفرمایید خلاصه بگید. بعد خواهش میکنم سعید 3 دقیقه لطف بکنن بگم. ببخشید معذرت میخوام من اعتراض دارم. بفرمایید خواهش میکنم. من دوباره تکرار میکنم این نکته آخر این بود که 1 دقیقه هر کسی اگه حرف آخری داره بزنه. ایشون 2 دقیقه و نیم صحبت کرده. حالا من میخوام 1 دقیقه جوابشو بدم تموم کنیم این برنامه. شما نظر چی دارید؟ 3 دقیقه صحبت کنید. نه من ندارم. شما 3 دقیقه من تموم شده. اوکی پس اگر تموم شده سوال کردین علیرضا جان شما از من سوال کردین حالا من 1 دقیقه شما لطف حالا اومده شما بفرمایید. خب بفرمایید خواهش می‌کنم نظرتون رو بدین برنامه رو ادامه میدید.
علیرضا یه سوال ساده بفرمایید. علیرضا یه سوال ساده کرد از من، گفت آقا اینی که شما گفتین که این نشد که قرار بود تکلیف لنینیسم معلوم بشه. من دوباره تکرار میکنم فرمول بندیمو تا اتفاقا مشخص بشه. تکلیف من خیلی دقیق‌تر مشخص کردم. تکلیف لنینیسم مثل هر چیز دیگه ای برخورد انتخابی به عناصر مثبت و منفیشه. یعنی چی؟ گفتم اینو تو قسمت اول برنامه گفتم. نکات مثبتی داره ازش استفاده میکنیم، نکات منفیش سنگینی میکنه در زمانی که لنین حکومت رو به دست میگیره. از اولش تا آخرش اون کارایی که کرده نمیشه الان تکرار کرد. منهای یه سری شعارهای خوبی که اولاش داد، پیامایی که داد، نمیدونم آزادن همه، از این صحبت‌ها تو پیام به ملت ایران، ملت روسیه و به ملت‌های شرق و اینا، عملا اون کاری که کرد قدرت گرفتن تک حزبی، نظام پلیسی، سرکوب تا آخرش، اقتصادم که سرمایه‌داری دولتی تحویل آقای استالین داد. من میگم اینجوری نگاه میکنم که آقا سیاه و سفید نیست. نه تنها به لنین اینجوری نگاه میکنم، تو زندگی خودم اینجوری نگاه میکنم. به این میگن علم. لنین رو نمیشه همشو گذاشت کنار، ولی هیچی همش هم نمیشه پذیرفت. ترکیب کمونیسم با لنینیسم از زاویه من چیه؟ لنینیسم به معنی طراحی حکومتی که لنین کرد قابل پیاده شدن نیست. آلترناتیو دارم من در مقابلش. لنینیسم به اون قسمتی که مربوط به قدرت گرفتن و تحزب و اهمیت تحزب کمونیستیه 100% میرم ازش یاد میگیرم. به مردم ایران میگم با همه این کارو بکنین، با همه، با بهترین معلماتون این کار بکنین، با زندگی معمولتون این کار بکنین. اینجوری من دارم جواب میدم. حالا شما میگین بالاخره تکلیف معلوم نشده، از زاویه من اتفاقا خیلی دقیق‌تر معلوم شده. شما چسبیدین به یه چیزی که خودتون میگین همش اشتباه بوده، هنوزم میگین ما چسبیدیم به لنینیسم. در نتیجه من میخوام بگم من پس پاسخ دادم. حالا اینو که گفتم فقط روشنسازی بود. خیلی هم ممنون. میذاریم تو بحث‌های بعد، مناظره‌های بعدی بحث‌ها رو باز میکنم. بله حتما. متشکرم برای توضیح پایانی و متشکرم از توجه شما عزیزان بینندگان گرامی. تا برنامه بعد روز و روزگارتان خوش باد. روزتون بخیر. حتی جماعت راضی هم همین توضیحات داد که تو رسید.